از ساعت 11 تا 12 امروز در نزد سفارت ایران در تاجیکستان در همین محله که ما ایستاده ایم گردی همایی بیش از 50 نفر ساکنان شهر دوشنبه، اصلا آنهایی که فرزندانشون در سوریه و در عراق کشته شدند و آنهایی که امروز فرزندانشون با گروه‌های تروریستی در این کشورها قرار دارند جمع آمدند و با شعارهای نسبت با رئیس حزب نهضت اسلامی طاهرسان محی‌الدین کبیری، با شعارهای ما حوادث سالهای از 1990 تا 2000 را نمیخواهیم، با شعارهای فرزندان ما را برگردانید و با شعارهای دیگر اینجا جمع آمدند و صدا در دادند. اما نماینده سفارت ایران در یک صحبت حضوری به ما گفت که از بس که حروف کریلی را نمیدانستند، آنها ندانستند که در این شعارها چی نوشته شده است، ولی چنان که مردم با صدای بلند آواز بلند میکردند شعار در میدادند، آنها میشنیدند که گپ درباره این است که فرزندانشون در سوریه بوده و باید آنها برگردانیده شوند و با گروه‌های تروریستی همراه نشوند. امروز در صحبت با نمایندگان شعبه کارهای داخلی سینای 2 پایتخت نیز گفتند که واقعا از ساعت 11 تا 12 همین گونه یک گردی همایی گسترده تر از گردی همایی های قبلی که صورت می گرفت در نزد سفارت ها رخ داد و از بس که به خاطر اینکه ترتیبات جمعیتی ویران نشود، آنها این گردی همایی را پراکنده کردند و تعدادی از آنها را بازداشت نموده به شعبه کارهای داخلی آوردند و بعد از بازپرسی برخی از آنها را رها کردند.